منتخب تاجیکستان در سال 2019 باری اول با 2 پیروزی پای در هم دست یافت. در دایره رقابت‌های هرو اینترکانتیننتال کاپ 2019 تیم ملی کشور ما بر دسته منتخب سوریه رقابت جالب و دیدنی و نتیجه بخش را نشان داد. در شهر احمدآباد کشور هندوستان بازی دوری دوم مسابقه بین‌المللی هرو اینترکانتیننتال کاپ 2019 بین منتخب‌های تاجیکستان و سوریه برگزار شده با حساب 2-0 بر نفع منتخب کشور ما خاتمه یافت. در این میدانداری جالب و دیدنی در نفس‌های نخستین قسمت دوم دیدار فوتبالباز تیم ملی تاجیکستان کامران تورسونوف از مسافه دور با یک ضربه هدفرس خود خط دروازه تیم ملی سوریه را شکسته حساب را کشاد. با فوتبالبازان تاجیک امکان دست داد که در قسمت دوم آخری با زدن باز یک گل دیگر مشرف شوند. در دقیقه 67 رقابت بعد از یک بازیگزاری زیبای فوتبالبازان تاجیک ایلهام براتوف با زدن گل مشرف شده حساب را 2-0 ساخت. همین طور ملی پوشان کشور ما بازی دوم مسابقه بین‌المللی هرو اینترکانتیننتال کاپ 2019 را نیز با پیروزی انجام داد. یادآور می‌شویم که در دوره یکم شاگردان عثمان تاشف میزبان این مسابقه تیم ملی هندوستان را با حساب کلان 4-2 شکست داده بود. اکنون در دایره رقابت‌های دور سوم مسابقات مذکور سنه 15 ایول منتخب تاجیکستان با دسته کره شمالی وارد میدان رقابت می‌شود. اشتراک در مسابقه هرو اینترکانتیننتال 2019 برای منتخب تاجیکستان یک مرحله آمادگی و دور دوم انتخابی چمپیونات جهان 2022 محسوب می‌شود. بهترین فوتبالباز این واخوری دروازه‌بان منتخب تاجیکستان رستم یتیموف انتخاب شده با مکافات پولی $2,500 آمریکایی قدردانی کرده شد.